مفهوم ایمان و کفر. سوال: مفهوم ایمان و کفر چیست؟ جواب: الحمدلله، ایمان و کفر دو دینی با یکدیگر ضد می باشند. ایمان باشد این دین الله سبحانه و تعالی است که او این دین را برای بندگانش برگزیده است، معین کرده است، خلق را برای آن آفریده است و برای پیروانش هدایت در دنیا و امنیت را در آخرت آماده کرده است. چگونه که الله سبحانه و تعالی می فرماید: استعیذ بالله والذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون. آنهایی که ایمان آوردند و ایمانشان را با ظلم یعنی با شرک آمیخته نکردند، آنها که امنی کامل در این دنیا برای آنها خواهد بود و آنها از جمله هدایت یافتگانند. سوره انعام. و نیز الله سبحانه و تعالی در سوره بقره آیت 257 می فرماید: الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. الله دوست و مددگار مؤمنان است. دوست و مددگار آن کسانی هستند که ایمان آوردند، آنها را از تاریکی های کفر و شرک و ضلالت به سوی روشنایی راهنمایی میکند، به سوی توحید و سنت راهنمایی میکند. اما کفر دین شیطان است، گمراهی است در دنیا و بدبختی است در آخرت. الله سبحانه و تعالی درباره کافران که هدایت الله سبحانه و تعالی را نپذیرفتند و آن را قبول نکردند و روی گردانی کردند می‌فرماید: والذین کفروا اولیاؤهم طاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات. ولی آن کسانی که کافر شدند، کفر ورزیدند، دوستان آنها طاغوتان میباشند. یخرجونهم من النور الی الظلمات، آنها را از نور، از روشنایی توحید و سنت به سوی ظلمات، به سوی کفر و شرک روانه میکنند. اولئک اصحاب النار، که آنها هستند اهل جهنم، اهل جهنم هستند. و هم فیها خالدون، که آنها در جهنم جاودانه و ابدی خواهند ماند. سوره بقره. پس با چنین توصیف، با چنین وصف، شناخت این دو دین، ایمان و کفر، روشن و واضح میگردد، ضرورت پیدا میکند. پس ایمان چیست؟ ایمان این در آمدن به دین الله سبحانه و تعالی با رضایت و تسلیم و فرمان برداری از او سبحانه و تعالی. و ایمان باشد عبارت است از گفتن شهادتین با زبان، باور کردن با دل و عمل کردن با اعضا، با عضوهای بدن. و ایمان با اطاعت و فرمان برداری زیاد میگردد و با گناه و معصیت هم ناقص میگردد، و گناهان بجز شرک اسم ایمان را بالکل از بین نمیبرد و اسم ایمان را کامل هم نمیدهد. پس وی مؤمن است ناقص الایمان. اما کفر باشد این رد کردن و داخل نشدن به دین اسلام یا برآمدن از آن و انتخاب کردن دینی غیر از دین اسلام است. و این میتواند از روی تکبری و جنجال باشد، یا از روی غرور به دین پدران و بابایان و گذشتگان باشد، یا برای منفعت دنیوی از قبیل مال و مکان و جاه و ثروت دارایی باشد. و کفر میتواند با تکذیب، با دروغ شماریدن هم باشد. دروغ برآوردن آیات الله هم صورت میگیرد، چگونه که الله سبحانه و تعالی میفرماید در سوره اعراف: والذین کذبوا بآیاتنا ولقاء الاخره حبطت اعمالهم. آنهایی که به آیه های ما و دیدار آخرت روی گردانیدند، دروغ شماریدند این را، اعمالشان نابود گشت. هل یجزون الا ما كانوا یعملون. آیا جز آنچه که میکردند جزا نمیبینند؟ سوره اعراف. کفر همچنین میتواند با کلمه، با گفتار باشد. الله سبحانه و تعالی میفرماید: ولقد قالوا کلمه الكفر و کفروا بعد اسلامهم. و به درستی که آنها کلمه کفر را گفتند و پس از اسلامشان کافر شدند و کفر ورزیدند. سوره توبه آیه 74. و مثل دعا به غیر الله کردن یا یاری و مدد و کمک جستن که این نیز از کفر حسابیده می شود. و کفر شکل‌های گوناگون دارد و مانندی به مسخره قرار دادن، استهزاء نسبت به دین الله یا رسول او صلی الله علیه و سلم یا کتابش، این نیز کفر محسوب می شود. الله می فرماید: والذین کفروا عما انذروا معرضون.
قل ابالله و آیاته و رسوله کنتم تستهزئون لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم. بگو آیا به الله و آیه های او و پیامبرش مسخره میکردید؟ دیگر عذر نآورید که شما پس از ایمانتان کافر شده اید، کفر ورزیده اید. سوره توبه آیات 65 و 66. و همچنین کفر میتواند با تکبر و سرپیچی باشد از اطاعت و فرمانبرداری الله سبحانه و تعالی، چگونه که الله سبحانه و تعالی درباره ابلیس لعنه الله میفرماید ابا واستكبر وكان من الكافرین، سرپیچی کرد، تکبری ورزید و از کافران گردید. سوره بقره آیات 34. و نیز کفر میتواند با روی گردانیدن از دین الله باشد، اینکه نه آموزش میگیرد و نه به آن عمل میکند. الله سبحانه و تعالی میفرماید والذین کفروا عما انذروا معرضون، و کافران از آن چی که به آنها هشدار داده میشود روی میگردانند. سوره احقاف آیت 3. یعنی توحید را نمی آموزند و مخالف آن را نیز نمی شناسند، مخالفت نمودن توحید را، و با عمل ها نیز کفر می شود، مانند قربانی کردن به غیر الله، سجده کردن به غیر الله، آموختن یا انجام دادن یا تعلیم گرفتن سحر و جادویی. الله سبحانه و تعالی در این مورد می فرماید قل ان الصلاة و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین لا شریک له. بگو نماز و قربانی من، زندگی و مرگ و حیات من فقط از برای پروردگار است، از برای پروردگار جهانیان است، او را هیچ شریک نیست. لا شریک له و بذلك امرت و انا اول المسلمین، و من با این امر شدم و من از جمله اولین مسلمان هستم. سوره انعام. و نیز الله سبحانه و تعالی میفرماید یا ایها الذین آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلكم تفلحون. ای مؤمنان، رکوع کنید، سجده کنید، پروردگارتان را عبادت کنید و کارهای نیک انجام بدهید تا اینکه نجات بیابید. سوره حج. پس هر کسی که اعمالهای ذکر شده رو از برای غیر الله انجام بدهد مشرک و کافر میگردد و بر او همچون کافر رفتار کرده می شود، مگر آنکه به سوی پروردگار خویش توبه کنان باشد، توبه نماید. و درباره جادو الله سبحانه و تعالی میفرماید و ما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر. سلیمان کافر نگردید، کافر نشد، ولی اینکه شیطان ها بودند که کافر شدند، آنها مردم را سحر و جادویی آموزانیدند. سوره بقره آیه 102. و غیر از اینها کفر میتواند با گفتار، با عمل، با اعتقاد، با شبهه، با دورویگی هم باشد، مثل این گفته الله سبحانه و تعالی درباره شخصی که در روز قیامت شک دارد. الله سبحانه و تعالی میفرماید و دخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما اظن ان تبید هذه ابدا وما اظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. و او هنگامی که به باغ خود درآمد، در حالی که با خود ظلم میکرد گفت گمان نمی کنم که این نعمت هیچگاه نابود شود و نمی پندارم که این ساعت قیامت برپا بگردد و اگر نزد پروردگارم برگردانیده شوم بهتر از اینها خواهم یافت. همسایه اش و صاحبش دوستش با او گفتگو میکرد و با او گفت آیا با کسی کفر میورزی که تو را از خاک از نطفه آفریده و تو را مرد ساخته است؟ سوره کهف. پس کفر تنها با دروغ شماریدن حق نیست، آن میتواند با گفتار، عمل، باور و حتی شبهه و دودیلگی هم صورت بگیرد. همچنین میتواند کافری اصلی باشد که اصلا داخل اسلام شدگی نیست و گاهی میتواند کافری ردده باشد، داخل اسلام شد سپس از آن برآمد با انجام دادن ناقض از نواقض اسلام که از نوعهای کفر است، چی جدی باشد، چی شوخی باشد، چی قصد دنیا باشد، مطالب دنیا باشد، حاصل نمودن مال، جاه، مکان، منصب باشد، مگر آن نفرانه که این کار انجام بدهند از روی مکره، از روی مجبوری
مجبوری به قصد دور کردن این مجبوری با علاوه باقی ماندن ایمان در قلبش، چگونه که الله سبحانه و تعالی در این مورد میفرماید اما اگر شخص در حالت مجبوری، حالت اکراه چیزی رو بگوید یا انجام بدهد برای آنکه خطر را از خود دور کند ولی قلبش مطمئن بر ایمان است، قلبش با ایمان آرام گرفته است، پس او کافر نمیگردد. چگونه که الله سبحانه و تعالی میفرماید من کفر بالله من بعد ایمانه الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان، کسی که پس از ایمان به الله آوردنش کفر ورزید بجز آنکه مجبور شده است و دلش به ایمان آرام است. ولکن من شرح بالکفر صدرا فعلیه غضب من الله ولهم عذاب عظیم، برای آنها که دل خود را برای کفر باز کردند خشم الله و غضب بزرگ او سبحانه و تعالی خواهد بود و برای آنها عذابی شدید و درناک است. ذلك بأنهم استحبوا الحیاة الدنیا علی الاخره، خاطر چی؟ به سبب آن است که زندگی دنیا را بر آخرت ترجیح دادند. و ان الله لا یهدی القوم الكافرین، و الله سبحانه و تعالی هرگز قوم کافران را هدایت نخواهد کرد. سوره نحل. و شیخ الاسلام محمد بن سلیمان رحمت الله علیه میگوید که الله در میان این گروه تنها شخص را عذر داده است. الله سبحانه و تعالی در میان این گروه تنها شخصانی را عذر داده است که مجبور شده باشند و قلبش در حالت ایمان آرام است، مطمئن بر ایمان است. اما کسی که غیر از این باشد پس کفر کرده است، خواه آن را از ترس انجام داده باشد، خواه آن را از ترس انجام داده باشد، خواه خاطر معاملات، دوستی به مردم یا حفظ مال و وطن و خانواده یا حتی به شکل هزل و شوخی هم این سخن را گفته باشد، این کار را کرده باشد، در هر حال اگر مجبور نباشد پس کافر میگردد. و شیخ رحمه الله تعالی اشاره میکند به این دو دلیل که فرمود الا من اکره، مگر اینکه اگر مجبور شده باشد، نشان میدهد که الله سبحانه و تعالی فقط در اینجا مجبور شده ها را استثناء کرد و بس. و معلوم است که کسی را فقط به عمل یا گفتار مجبور میکنند نه به اعتقاد قلب، زیرا قلب را مجبور کردن ممکن است، ناممکن است. و قسم دوم فرمود ذلك بانهم مستحبوا الحیاة الدنیا علی الاخره، زیرا آنها زندگی حیات دنیا را برای آخرت بر آخرت ترجیح دادند. میفهمند که سبب کفرشان اعتقاد باطل یا نفرت دین نبود بلکه هوا و هوس دنیایی بود. این از پایان اقتباس شیخ از کتاب کشف شبهات صفحه 181. وقتی که شیخ رحمه الله تعالی نواقض را ذکر کرد، این 10 نواقض را ذکر کرد و در آخر چی فرمود؟ گفت و همه این شکننده های ایمان هیچ فرق بین شوخی کننده و جدی و ترسان نیست، فقط شخصی که مجبور شده مکره استثناء است. و همه این نواقض از خطرناکترین چیزهایند و بیشتر از همه در عمل رخ میدهند. پس لازم است که مسلمان از آنها احتیاط کند و از آنها خود را دور نماید و بترسد. و من پناه میبرم به الله سبحانه و تعالی از چیزهایی که خشم و غضب او را میآورد و از عذاب درد او سبحانه و تعالی و از عذاب دردناک او سبحانه و تعالی به سوی او پناه میبرم. بگیرید مجموع الرسائل فی التوحید والایمان صحیفه 387 و رسائل الشخصیه صحیفه 214. اما در این زمان متاسفانه افراد پیدا شدند که خود را با علم، با معرفت، دانشمند میگیرند و نسبت میدهند و میگویند انسان تا وقتی که در قلبش تکذیب نباشد، دروغ شمارده نباشد و آن را تکذیب نکند، کفر نکرده است، کافر نشده است. حتی اگر هر گونه سخن یا عمل را انجام بدهد، حتی عمل کفر هم انجام بدهد، و این گپ و این سخن بسیار خطرناک و خفنگیز است. اگر چنین گفتن درست می بود پس ابو جهل و ابو لهب نیز آنها مسلمان می بودند و دیگر کافران نیز مسلمان می شدند. چرا؟ زیرا آنها در باطن خود راستی پیامبر صلی الله علیه و سلم را می دانستند، اما از روی تکبری و عناد و سرکشی این حقیقت ظاهر را انکار کردند. الله سبحانه و تعالی در آیه کریمه می فرماید قد نعلم انه لیحزنک الذی یقولون انهم لا یکذبونک ولكن الظالمین بآیات الله یجحدون. ما میدونیم که آنچه که آنها میگویند تو را غم
انگیز میکند، غمگین میسازد. در اصل آنها تو را تکذیب نمیکنند، ولی ظالمانه آیات الله سبحانه و تعالی را انکار میکنند. سوره انعام. و اینچنین الله سبحانه و تعالی میفرماید و جحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. آنها آیه های الله را انکار کردند در حالی که در دل به حق بودن آن اطمینان باوری داشتند. از روی ظلم و تکبری و سرکشی و عناد پس بینگر که پایان کار عاقبت فاسدکاران چی شد. سوره نمل. عجیب است که برخی از معاصران، برخی از شیخان، برخی از دانشمندان که به این اندیشه باطل ارجاعی مرجعی گرویدند میگویند این را سلف گفته است. آنها سخنهای مختلف و ضد را جمع میکنند و گمان دارند که اینها یا که این دلیل بر راه آنهاست، بر راه پیشینیان گذشتگان از سلف صالح است. آنها مانند کسانی هستند که میخواهند زرگوش را با ماهی یک جا جمع نمایند. زرگوش که آب نمیخورد، آب نمینوشد و ماهی که بدون آب زندگی کردن نمیتواند. و در آخر ما از الله سبحانه و تعالی میخواهیم که ما را و آنها را با علم سودمند و عمل صالح و نیکو هدایت نماید. ما را از گفتار درباره الله بدون علم نگاه بدارد و ما را توفیق بدهد که همیشه حق را بگوییم و بر آن عمل کنیم. و سلام و درود بی پایان به سرور دو جهان صلی الله علیه و سلم و اهل بیتش و اصحابش باد. شیخ صالح الفوزان، مجله الدعوه، شماره رقمی 16048، سنه 1419 38 الهجری.